کتاب انجیل قسمت یونس ورس 7 تا 17. پس او را گفتند ما را اطلاع ده که این بلا به سبب چه کس بر ما عارض شده. شغل تو چیست و از کجا آمدی و وطنت کدام است و از چه قومی هستی؟ او ایشان را جواب داد که من عبرانی هستم و از یهوه خدای آسمان که دریا و خشکی را آفریده است ترسان می باشم. پس آن مردمان سخت ترسان شدند و او را گفتند چه کردی؟ زیرا که ایشان می دانستند که از حضور خداوند فرار کرده است، چون که به ایشان گفت. و او را گفتند با تو چه کنیم تا دریا برای ما ساکن شود؟ زیرا دریا در تلاطم خود همی می افزود. او به ایشان گفت مرا برداشته به دریا بیندازید تا دریا برای شما ساکن شود، زیرا می دانم این تلاطم عظیم به سبب من بر شما وارد شده است. اما آن مردمان سعی نمودند تا کشتی را به خشکی برسانند، اما نتوانستند، زیرا که دریا بر ضد ایشان زیاده و زیاده تلاطم می‌شد. پس نزد یهوه دعا کردند و گفتند ای خداوند یهوه، به خاطر جان این شخص هلاک نشویم و خون بیگناه را بر ما مگذار، زیرا تو ای خداوند هر چه خواهی توانی. پس یونس را برداشته در دریا انداختند و دریا از تلاطمش آرام شد. و آن مردمان از خداوند ترسان شدند و برای خداوند قربانی ها گذرانیدند و نذرها نمودند. و اما خداوند ماهی بزرگی پیدا کرد که یونس را فرو برد و یونس 3 شب و 3 روز در شکم ماهی ماند.